عبدالستار پیر محمدزاده روزنامه‌نگار تاجیک که به همکاری با سازمان‌های ممنوع ماده 307 الوه 3 قسم 2 گمانبر است، در نامه از داخل بازداشتگاه نوشته است: آنقدر زدند و کوفتند و به برق ماندند که میخواستم بمیرم. یک منبع نزدیک به تفتیشات نسخه نامه را که مؤلف خواسته است به خاطر افشای صحنه‌سازی‌های حکومت رسانه‌ای شود، روز 19 اکتبر به رادیو آزادی رساند. نامه دستی نوشته شده شخصان آگاه روز 20 اکتبر تصدیق کردند که دستخط با نگاشته‌های پیشینه پیر محمدزاده مانند است. رادیو آزادی امکان مستقلانه سنجیدن آن را ندارد. روزنامه‌نگار عبدالستار پیر محمدزاده 44 ساله و صاحب 4 فرزند 8 ایول امسال در زادگاه شهر وحدت دستگیر شد. خودش در نامه نوشته است از روز اول زیر فشار روانی و شکنجه بود تا اتهام به قبلش بافته و ساخته مقامات ملیسه را به دوش بگیرد. 8 روز عذاب و عقوبت، ازالیت کامل، تهدید و تحقیر و رسیدن به اعضای عائله‌ام وادار کرد که گناه نکرده را به دوش بگیرم. در نوار متن نوشته کارمندان اوبوپ وزارت کارهای داخلی تاجیکستان را درباره آنکه گویا با رهبر مخالفین محیدین کبیری در رابطه دائمی بودم، در تاجیکستان انقلاب آماده میکرده باشیم، زیر فشار جسمانی خواندم، نوشته است او. پیوندانش روز 9 اکتبر این سال شکایت کرده بودند که پیر محمدزاده زیر فشار به گناه اقرار کرده است و از مقامات خواستند آن را از اعتبار ساقط کنند. مقامات در گذشته و حالا به سوالها در پیوند به قضیه عبدالستار پیر محمدزاده و روزنامه‌نگاران و بلاگران و فعالان دیگری بازداشت شده پاسخ ندادند. نامه پیر محمدزاده در روزهای به دست ما رسید که محاکمه پرونده او پس درهای بسته جریان دارد. نزدیکانش هفته گذشته به مرافعه رو نیفتند. خودش در نامه گفته است عیبنامه ضد او ساخته و بافته، فرمایشی و سیاسی است و هدفش ترساندن جامعه ژورنالیستیک تاجیک از پیامد آشکار بیانی در واسطه اخبار عامه و شبکه‌های اجتماعی می باشد. پیر محمدزاده گفته است مقامات وزارت کارهای داخلی او را به نفرت سیاسی، ناراضگی از سیاست پیشگرفته حکومت، احساسات هنگام برنامه‌ها، جانبداری از عقیده‌های سازمان‌های ممنوع، دوستی با دلیل امام علی و عبدالله غربتی، چند شرح و لایک متهم کردند. روزنامه‌نگار بازداشت شده نوشته است بسیاری از شرح و لایک‌ها در شبکه‌های اجتماعی پس از بازداشت او و مصادره تلفنش صورت گرفته. تنقیدهایش به معنای اعتراض ضد حکومتی نیست، نخواهد گفتن کمبودی یک منصبدار دولتی بی نظارتی و بی مسئولیتی در بالاروی نرخ محصولات آذوقه‌واری و سوزشواری این خصومت باشد، پرسیده است او. عبدالستار پیر محمدزاده در نامه‌اش گفته است به مستقلی دادگاه‌ها در تاجیکستان باور ندارد و مطمئن است که حکمش پیش از بازداشت در دالان‌های حکومتی صادر شده بود، ولی حداقل 4 طفل معصوم بعد کلان شدن بدانند که پدرشان نه اکستریمیست بود نه جنایتکار، بلکه یک روزنامه‌نگار ساده‌دل بود که میخواست فرزندانش در جامعه دموکراتی زندگی کنند، نه در زیر ظلم و دیکتاتورای سرتاسری و یک کشور قفامانده فئودالی. خلاصه کرده است او. در نیم سال آخر در تاجیکستان 7 بلاگر و روزنامه‌نگار دستگیر و تا این دم 3 نفر آنها محمد سلطان به 7 سال، عبدالله غربتی به 7.5 سال، دلیل امام علی به 10 سال زندان محکوم شدند. سازمان‌های حامی حقوق خبرنگاران بارها از حکومت تاجیکستان خواستند به تعقیب و تهدید و فشار خاتمه داده روزنامه‌نگاران و بلاگران را آزاد کنند. مقامات با مرافعه‌های بسته و حکم‌های طولانی خبرنگاران پاسخ ندادند.